توی دنیای فوتبال یه هفته واقعاً میتونه اندازه یه عمر باشه و این هفته وای غول‌های اروپایی رفتن تو بحران، بازار نقل و انتقالات داشت منفجر میشد و کلی دعوای بزرگم خارج از زمین داشتیم. بذارید یه نگاهی بندازیم ببینیم دقیقاً چه خبر بوده. خب قصه‌مون رو از مادرید شروع کنیم، جایی که حال و هواش رو رسانه‌های اسپانیایی با یه جمله خیلی خوب توصیف کردن. یه پیشبینی ترسناک. منتظر یک برنابئو بارانی از سوت باشید. یعنی قراره هوادارا تیم رو به باد انتقاد بگیرن. ولی جالبه که فقط رئال مادرید نیست که اوضاعش خرابه ها. بزرگترین رقیب‌هاشون هم دارن روزهای سختی رو میگذرونن. خب اصلا چرا باید بارون سوت بیاد؟ داستان چیه؟ ببینید یه ترکیبی از نتایج افتضاح تو زمین و هیچ حرکتی تو بازار نقل و انتقالات باشگاه رو توی وضعیت خیلی بدی قرار داده. از جام حذفی حذف شدن، تو اروپا باختن، فصلی که قرار بود فصل قهرمانی باشه، حالا شده یه جنگ برای اینکه آبروشون حفظ بشه. و این فشار فقط مال هواداران نیست، نه. کاملا به داخل زمین هم کشیده شده. وقتی یه فوق ستاره مثل امباپه میاد میگه عملکرد تیم شرم‌آور بوده، یا مثلا آردا گولر موقع تعویض داد میزنه چرا همیشه من، اینجا دیگه میفهمیم که مشکل خیلی عمیق‌تر از چند تا باخته. این یعنی یه بحران رهبری تمام عیار. حتی اسطوره‌های باشگاه هم دیگه ساکت نموندن. پدراگ میاتوویچ، همونی که گل قهرمانی اروپا رو براشون زد، خیلی رک و پوسکنده حرفش رو زد. گفت من یه تیمی رو میبینم که اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه. هیچ رهبری توش نیست. انگار تیم هنوز تو حال و هوای موفقیت‌های گذشته‌شه و دیگه اون آتش و اشتیاق رو نداره. جالب اینجاست که این بحران رئال مادرید یه اتفاق جدا افتاده نیست. اگه یه سر به اون طرف الکلاسیکو بزنیم، یعنی بارسلونا، میبینیم اوضاع اونجا هم دست کمی از این نداره. انگار این دوتا غول اسپانیایی دارن توی یه طوفان مشابه دست و پا میزنن. مربیاشون آیندهشون معلوم نیست. ستاره‌هاشون شاید برن و تیماشون پر از ضعف‌های اساسیه. این بی‌ثباتی هم دقیقاً از بالا شروع میشه. ببینید وقتی سرمربی تیم هانسی فلیک نمیاد قاطع بگه فصل بعد هستم یا نه و از اون طرف همسر لواندوفسکی هم یه جورایی کد میده که این آخرین فصلشه، خب دیگه کل آینده و برنامه ریزی باشگاه میره روی هوا. خب وقتی یه باشگاه میره تو بحران، اولین راه حلی که به ذهن میرسه چیه؟ خرید بازیکن جدید، درسته؟ اما در حالی که این غول‌های اسپانیایی انگار خواب بودن، بقیه باشگاه‌ها بیکار ننشستن و رفتن سراغ بازار نقل و انتقالات تا تیمشون رو قوی‌تر کنن. بذارید یه نگاه سریع به بازار بندازیم. لیورپول به شدت دنبال یه دفاع راسته، ولی اینتر میلان اصلاً کوتاه نمیاد. توی ایتالیا آسه میلان یه حرکت خیلی زرنگ زد و بازیکنی که یوونتوس می‌خواست و از چنگشون در آورد و تو لندن هم تاتنهام با اینکه نصف تیمش مصدومه کلی پول خرج کرد و کانر گالاگر رو خرید. داستان تاتنهام خودش یه کلاس درسه که بفهمیم بازار چقدر پیچیده است. فکر کنین 8 تا بازیکن اصلیشون مصدومن. یعنی واقعاً به بازیکن احتیاج دارن، ولی همونطور که مربیشون خیلی قشنگ گفت، اینجا که بازی فوتبال منیجر نیست، باید یه تعادل خیلی حساس بین نیازهای فوری تیم و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت پیدا کنی. ولی فکر نکنید تمام داستان فوتبال تو همون 90 دقیقه داخل زمین خلاصه میشه ها. اصلاً بعضی وقتا بزرگترین جنگ‌ها برای گل زدن نیست، بلکه تو دادگاه‌ها و اتاقای جلسه اتفاق میفته. حالا به این داستان عجیب و غریب اداری گوش کنید. یه قانونی یوفا داره که میگه 2 تا تیم از یه شهر نمیتونن تو یه شب بازی خانگی داشته باشن. حالا چی شده؟ آرسنال و تاتنهام، رقبای لندنی چلسی، چون فصل قبل تو لیگ بالاتر بودن، اولویت با اوناست. نتیجهش چیه؟ چلسی شاید مجبور بشه بازی خانگی خودش رو تو یه کشور دیگه یا یه ورزشگاه بی‌طرف بازی کنه. واقعا عجیبه. و البته رقابت رئال و بارسا که فقط تو زمین نیست. این بار پاشون به دادگاه هم باز شده. رئال مادرید سعی کرده بود به حسابهای مالی بارسلونا دسترسی پیدا کنه که خب دادگاه هم درخواستشون رو رد کرده. اینم یه جبهه جدید تو جنگ بیپایان این دو باشگاه. خب با همه این بحران‌ها و دعواها یه سوال خیلی مهم پیش میاد. تو فوتبال امروز واقعاً چطوری میشه یه آینده موفق و پایدار ساخت؟ راه حلش اینه که کلی پول خرج کنی یا اینکه روی نسل بعدی و جوانها سرمایه گذاری کنی؟ این نمودار به نوارم جواب خیلی از سوالا رو میده.
فقط به آکادمی بارسلونا یعنی لاماسیا نگاه کنید. ارزشش بیشتر از 2 برابر نزدیکترین رقیبشه. این دیگه فقط فوتبال نیست. این یه ماشین پولسازیه. یه مدل بیزینس هوشمندانه که دقیقاً تو دل اون همه مشکلات مالی باشگاه داره کار میکنه. و حالا نکته شگفت‌انگیزش. برای اینکه عمق موفقیت بارسلونا رو بفهمیم، باید بدونیم که بیشتر از نصف این ارزش عظیم فقط مال یه نفره. یه پدیده نوجوان به اسم لامین یامال. یعنی این پسر به تنهایی از کل خروجی آکادمی‌های غولی مثل منسیتی یا بایر مونیخ با ارزش‌تره. باور نکردنیه. ولی صبر کنید، یعنی آینده فقط دست جووناست؟ خب نه، دقیقاً. اون طرف سکه رو هم باید دید. جایی که اسطوره‌هایی مثل کریستیانو رونالدو تو 39 سالگی هنوز دارن رکورد میشکنن. گل شماره 961. این فقط یه عدد نیست، یه یاداوریه که تو فوتبال تجربه هنوزم که هنوزه حرف اول رو میزنه و خیلی هم گرون قیمته. و همه اینها ما رو به یه سوال نهایی میرسونه. تو این دنیای پر از هرج و مرج فوتبال مدرن، فرمول موفقیت واقعاً چیه؟ قدرت واقعی کجاست؟ تو جیبای پر از پول باشگاه‌ها، تو انرژی و جاه طلبی نسل جدید، یا تو تجربه اسطوره‌هایی که انگار خیال بازنشسته شدن ندارن، یا شاید جواب یه جایی بین همه این هاست.